بفرمایید. کتاب درسیتون در صفحه 33 وارد شده انواع کربن ها رو گفته. ببینید ما یک کربن نوع یک داریم. کربن نوع یک، کربن چی؟ نوع یک. کربن نوع یک کربنیه که فقط با یک کربن اتصال داره. 4 تا اتصالش رو داره ها، اما میتونه چی باشه؟ فقط به یه دونه کربن مستقیما متصله. اتصال دیگهش میتونه کلور باشه، هالوژن ها باشه، فلور، کلور، بروم، یود، بروم، یا هیدروژن باشه، یا کلا 3 تا هیدروژن باشه. پس قطعا کربن هایی که انتهای زنجیره هستن کربن های چی هستن؟ نوع یک هستن، چون فقط به یک کربن اتصال دارن. کربن هایی که 3 هستن کلا کربن چی هستن؟ نوع یک هستن. فکر نکن، فکر کردن مساوی است با گند زدن. کربن هایی که CH2 هستن وسط زنجیرن، ببین یه دونه به این ور میشن چی؟ کربن نوع 2. کربن نوع 2 چی میشه؟ کربن هایی که به 2 تا کربن متصلن، معمولا هم CH2 ظاهر میشن. کربن نوع 3 چیه؟ کربنیه که به 3 تا کربن وصله، همیشه هم معمولا بالای 90% یه هیدروژن دارن. یعنی CH هایی که داخل زنجیره میبینی اونا چی هن؟ کربن نوع 3. ببین به یک کربن وصله، یک کربن وصله. پس کربن نوع 1 اصطلاحاً اینجوری نشونش میدیم. کربن نوع 2 رو چجوری نشون میدیم؟ به 2 تا کربن وصله. کربن نوع 3 رو چجوری نشون میدیم؟ به 3 تا کربن وصله. کربن نوع 4 رو چجوری میدیم؟ به 4 تا کربن وصله. دیگه کربن نوع 5 هم که نداریم. الان ملاحظه بفرمایید اینجا این نوع چنده؟ این نوع 1. این نوع 1. گفتم 3 ها معمولا چی هن؟ نوع 1 هن. این کربن نوع 1 معمولا هم چیه؟ 3 است. کربن نوع 2 چیه؟ 3H2. کربن نوع 3 چیه؟ معمولا با CH ظاهر میشه. ببین این یه دونه پیوند کم داره دیگه، 4 پیونده بشه. کربن نوع 4 هم چیه؟ با C. اصلا هیچ هیدروژنی بهش متصل نیست. این کربن نوع 1. این نوع 1. این نوع چنده؟ ببینید CH. نوع 3 یه کربن به اینجا وصله، یه دونه به این سمت وصله و یه دونه هم به بالا. این نوع چنده؟ نوع 1. این نوع چنده؟ نوع 2. ببین یه کربن به این ور وصله، یه کربن هم به این ور وصله. و در نهایت این کربن نوع چنده؟ این کربن نوع 4 هستش. ببینید هیچ هیدروژنش بهش متصل نیست، که اینو میتونیم به صورت یه فرمول بگیم نوع کربن مساوی است با، الان سایسته رو نگاه کنید، 3 تا هیدروژن داره، درسته؟ 4 منهای تعداد هیدروژنی که بهش وصله. فردا اینو میان به صورت یه نکته در کتابات تو بازار میگن ببینید ما چقدر هم خفن هستیم. خب این اتم به 4 تا کربن وصله، بهش میگن چی؟ نوع 4. دوستان توجه بفرمایید، یه خودرابیآزاریت هست پایین کتاب درسیتون که خودرابیآزاریت همین ترکیب رو کشیده. خودرابیآزاریت کتاب درسیتون اومده این ترکیب رو کشیده، بعد گفته این رو به مدل نقطه و خط نشون بده. مدل نقطه و خط یعنی چی؟ یعنی اینکه کربن ها رو با نقطه نشون بدیم و پیوندشون رو با خط. اگه یه وقتی پیوند دوگانه هم توشون باشه، خب پیوند دوگانه هم با یه خط اضافه روش نشون میدن. پیوند سه‌گانه هم به همین صورت. دوستان توجه بفرمایید، میخوایم مدل نقطه و خط نشون بدیم. ببینیم هر کربن رو با یه نقطه نشون میدیم. نگاه کنید، یه نقطه اینجا، این کربن یه نقطه. هیدروژن هم اصلا نشون داده
نمیشه در مدل نقطه و خط. اینم با یه نقطه نشون میدیم، اینم با یه نقطه نشون میدیم و اون 3x3 آخری هم با یه نقطه. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. حالا رو کربن شماره 2 یه دونه اینجوریه، بعد دوباره یه کربن هم بالا، اینجا یه دونه کربن بالا. خب اینو که بهتره که این خط‌هایی که به صورت صاف کشیدیم به صورت شکسته باشه، یعنی کربنایی که متصلا نگاه کن بالا پایین. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 و 2 و 3 4 و 5 مسابقه محله. رو 2 چیکار میکنیم؟ یه دونه اینجوری قارتین بالا، یه دونه زارتین پایین. رو 4 هم یه دونه قارتین بالا و دیگه چیزی پایین نمیاد. اما دوستان توجه داشته باشین مدل نقطه و خط اینو داده، میبینین کربنا رو بهتره که اینجوری صاف نکشین. گفتم که یه خورده مورب بکشین، حالا بهش میگن زل میدین، حالا گوشه میدین، گوشه دار. گفتم هر کدوم از اینا، هر کدوم از این جایی که شکستگی توش وجود داره کربن هستن، نقاط انتهایی کربن هستن. بس اینم انتهاش کربونه، اینم انتهاش کربونه، اینم کربونه، اینم کربونه. کربن ها خوشحالن، یک زنجیره‌ای در کنار هم تشکیل دادن و بسیار زیبا. حالا اینا رو 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و ویلا اینجا رو نگاه کن. خب کربن اولیه چیه؟ ابتدایی یا انتهایی یا 3H3. یه 3H3 اینجا میکشیم. بعدی چیه؟ کربن شماره 2. این یک. 2 چی میشه؟ 3H2. چرا 3H2 هستن اینا؟ به خاطری که باید یه کربن اینور بسته، یه کربن به اینور بسته. کربن شماره 3 چیه؟ باز اینم 3H2. مادر مرده اینم 3H2. 4 چیه؟ اینم 3H2. کربن شماره 5 رو نگاه کن، یه بال اینور داره، یه بال اینور داره، یه بال اینور. چند تا بال کم داره؟ یه دونه. بس این قطعاً و طبعاً CH خواهد بود کربن شماره 5 که پایینش به یه دونه 3H3 بسته. الان دارم شماره گذاری میکنم، میخوام از مدل نقطه خط به مدل ساختاری تبدیل بکنم. میخوام بهت نشون بدم که گم نکنی. میریم شماره 6. 6 چیه؟ بازم 3H2 چون هیچی بهش وصل نیست، هیچ خطی. دوباره ادامه میدیم، میریم 7. اصلا میتونیم بیایم پایین ولی من میخوام همونجوری که هستش CH2. این میشه چند؟ شماره 7. پاک کنم. توجه بفرمایید 7. بعد این چی میشه؟ 8. 8 هم CH. نگاه کنید 1 2 3 این نقطه 1 2 3 تا بال داره، پس یه دونه کم داره، اونم چیه؟ 3H3 است. نقاط انتهایی گفتم 3H3. بعد میریم 9. 3H2 اینم 9 هستش و این هم 10 که میشه چی؟ 3H3. خب روش دیگه اینه که نقاط نقاط رو مشخص میکنیم اینجوری. نقاط، این نقاط، هر نقطه در هر یکی از این شکستگی ها برابر است با سایز این هیدروژن. میبینین هیدروژن ها رو گذاشتم اینجا 3 تا بال کم داره، هیدروژن اینجا یه دونه، هیدروژن اینم 3 تا هیدروژن ها دست به دست هم میدن و کشور خود را آباد میکنن. خب بریم یه چند تا مثال حل کنیم. دوستان توجه بفرمایید. میخوام نامگذاری آلکن ها و آلکین ها رو خدمتتون عرض کنم.
حتما خاطرتون باشه چیزایی که کتاب درسیتون میگه خارج از محدوده کتاب درسی تو کنکور سراسری رعایت نمیشه. میتونید بپرسید از دوستانی که توی نظام قدیم کتاب‌های دوم سوم دبیرستان کنکور میدادن، اینکه گفته بودن واژه‌نامه سوال نمیداد بیشتر بدونید، سوال نمیاد و سوال آمده بود. حتی واژه‌نامه اون چیزایی که آخر کتاب درسی خودتونم هست تو کنکور 95 ریاضی خارج کشور ازش سوال اومده بود. حالا نگو که خارج کشور بوده برای ما نمیاد، میاد، اصلا کاری نشه. وقتی بیاد دیگه تو میخوای یقه کی رو بگیری. برای نامگذاری ترکیبات که داره پیوند دوگانه هستند یا سه‌گانه هیچ فرقی نمیکنه. شماره گذاری باید از سمتی باشه که به پیوند دوگانه نزدیک باشه. 1 2 3 4 5. اگه دیدی پیوند دوگانه این وسط برمیگردی، خب مثلا به این صورت 1 2 3 4 5. خب ببین اونایی که تو زنجیره اصلی نیستن دورشون دایره میکشیم. اتل متر تو طوله اتیل متیل چجوره؟ بس بعد همیشه اول اتیل بیاد بعد چی بیاد؟ متیل بیاد. تا همینجا میدونیم متیل اتیل غلط. خدمت شما عرضم زنجیره اصلیمون چند تا کربن داره؟ 5 تا. 5 تا میشه چی؟ پنت. پنت میشه ان آن این. از اونجا که پیوند دوگانه داره پنتن میشه. پنتن. این نیستا، پنتن. حالا پیوند دوگانه یه جا بین 1 و 2 هست، یه جا بین 4 و 5. همیشه باید عدد کم قید بشه. از بین 1 و 2 کدوم قید میشه؟ 1. از بین 4 و 5 4. حالا کدومشون شماره کمتری میگیره؟ 1. بس این نامگذاری که شماره گذاری که بالا کردیم درسته، یعنی شماره گذاری فارسی. همیشه یادت باشه کربن پیوند دوگانه 2 تا عدد میگیره، اون عدد کمه رو قید میکنی و نامگذاری درسته که اصلا کاری نداریم بقیه چه شماره گذاری میگیرن. باید اون کربن هایی که شامل پیوند دوگانه کمترین اعداد رو بگیرن و از بین اون 2 تا عدد کمه اون عدد کمترین قید میشه. نگاه کن بین 1 و 2 1، بین 4 و 5 4، ولی 1 درسته. تو نامگذاری آلکان ها چیکار میکردیم؟ میرفتیم نامگذاری میکردیم مجموع اعداد، اگه مجموع اعداد نبودن کدگذاری، چون گروه عاملی توش نبود، یعنی کربن پیوند دوگانه سه‌گانه. حالا میریم جلوتر الکل ها وجود نداشت دیگه، اون شماره گذاری کمتر. الان 1 پنتن دیگه درسته، اصلا کاری نداریم اتیل متیل چه شماره میگیرن. حالا بین اتیل و متیل اول کی میاد؟ اتل متل تو طوله اتیل متیل چجوره؟ اتیل شماره چنده تو فارسی؟ 3. متیل چنده؟ 4. این نامگذاری درسته، یعنی نامگذاری گزینه 2 درسته. همیشه اونه که از اینجا میتونستی سریع گزینه 2 رو شناسایی کنی. 1 پنتن. 4 پنتن چیه؟ غلطه دیگه، اصلا به اینا هم کاری نداریم. ببین تو نامگذاری بالا شاید اینا بگی شمارش کمتره، ولی به این کاری نداریم. اول گروه عاملی اولویت داره، همیشه گروه عاملی حکم میکنه، یعنی پیوند دوگانه یا سه‌گانه. اینجا به چه شکلی عمل میکنیم؟ 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. درسته؟ نمیخوام این سوال حل کنم، میخوام روی یه چه این بین 2 و 3، این بین 3 و 4. بس این نامگذاری چیه؟ این شماره گذاری چیه؟ درست‌تر خواهد بود. اگه میخواستیم به این شکل شماره گذاری کنیم و نامگذاری کنیم، این بین 2 و 3، این بین 3 و 4 که 2 کمتره، درسته. اما اینجا یه مشکلی داریم ما. دوستان یه دقیقه توجه بفرمایید، من یه چیزی توضیح بدم. قبل اینکه اینو نامگذاری کنیم یه ترکیبی داریم به نام ایزوپروپیل. ایزوپروپیل به این شکله. نگاه کنید، به انگلیسی بخوایم ایزو رو بنویسیم اینجوری می‌نویسیم دیگه، ایزو حالا پروپیل که حالا کاری نداره. ایزوپروپیل اینجوری نوشته میشه. ایزو این نقطه، این سه های سه اینم یه سی اچیه که چی داره؟ به صورت رادیکاله. سه های سه اینم چی میشه؟ سه هاش سه. ایزوپروپیل میخوای تو ذهنت باشه به این شکل تو خاطرت بسپار. ایزوپروپیل دوستان توجه بفرمایید، تا اونجا که ممکنه ایزوپروپیل نباید تو نامگذاریت ظاهر بشه.
تا اونجا که امکان داره حدالمقدور. ببین الان این زنجیره اصلیمون رو نگاه کن، به این شکل بگیریم 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. خب بهتره که به این شکل اگه اینجوری بریم یه ایزوپروپیل توش ظاهر میشه. تا اونجا که امکان داره ایزوپروپیل نباید تو نامگذاریمون ظاهر بشه. فارسی بریم 1 2 3 اینجا پیوند دوگانه بود 4 5. لاتین برگردیم 1 2 3 4 5. خب این شماره نگرفت، این که شاخه فرعیه. خب زنجیره اصلیمون چند تانه؟ حالا نگاه کنید پیوند دوگانه بین 2 و 3 بین 3 و 4 کدوم درسته؟ 2 رو باید قید کنیم. خب زنجیره اصلیمون چند تانه؟ چنده؟ 5 تاست دیگه، می‌نویسیم چی؟ پنت. حالا پنتن، پنتین، پنتان ان چون دوگانه است و رو کربن شماره چنده؟ 2. دویی که پشت زنجیره اسید میاد داره گروه عاملی تو نشون میده که بین چند و چنده. گفتم بین 2 و 3 کمترین عدد قید میشه. حالا چی داریم؟ اتیل، متیل، بروم. کدوم باید اول نوشته بشه؟ بدون توجه به عددشون اول به ترتیب A B C D E F G E. اتیل متیل هم که همون اتل متل تو ذهنت باشه. بروم رو چنده؟ بس نامگذاری فارسی درست شد دیگه نوشتم. بروم رو چنده؟ همچنان رو 2. اتیل رو چنده؟ رو 3. متیل رو چنده؟ روی 4. این نامگذاری 2. بریم چند تا مثال دیگه حل کنیم. اما با مدل نقطه و خط. گفتم هر کدوم از روز یک کربن هستن. جایی که شکستگی وجود داره یک کربونه. ابتدا و انتها هم چی هستن؟ سایس هستن. شماره گذاری کنیم 1 2 3 4 5 6 7. این زنجیره هست. حالا برگردیم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7. فارسی بین چنده؟ 2 و 3 پیوندگانه، این بین 5 و 6. پس همین الان فهمیدیم چی؟ نامگذاری لاتین نادرست. زنجیره اصلیمون چند تانه؟ 7 تا. میگیم چی؟ هپت. حالا ان آن این ان بین چنده؟ بین 2 و 3 یه 2 میذاریم. حالا اینا که شماره ندارن اتیل دیمتیل. اتیلمون رو چنده؟ بین عدد و حرف هم باید خط فاصله بزنیم. اتیلمون رو چنده؟ رو شماره 5 هستش. متیلمون رو چنده؟ 2 بین 4 و 6 هستش. بریم اینجا آلکین، نامگذاری آلکین. شماره گذاری رو چطوری پیدا؟ اینجوری بریم. این زنجیره اصلیمون میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. لاتین 1 2 3 4 5 6 7 8. اینا که شماره نمیگیرن. زنجیره اصلیمون چند تانه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. خدمت شما عرضم. خب اینجا رو نگاه کنید، اکت میشه. اکت. حالا پیوند دوگانه ببینید، پیوند سگانه بین 4 و 5 4 و 5 هیچ فرقی نمیکنه. حالا باید ببینیم شاخه ها. الان دیگه شاخه ها تعیین کنندن. اکت ان آن این خب این بین خب 4 و 5 اینم بین 4 و 5 قطعا باید عدد 4 قید بشه. 4 فارسی 4 لاتین. حالا چی داریم؟ تری متیل داریم. تری متیل. تری متیلمون رو نگاه کنیم تو فارسی رو 7 و 3 هست. میگیم 3 و 7 و 7. تو لاتین رو چنده؟ 2 و 6. 2 و چی؟ 6. پس ببخشید لاتین بنویسم 2 و 6.
که مجموع اینا عدد کمتری میشه، بس قطعا نامگذاری لاتین درست تره. یعنی وقتی که گروه عاملی رو کربن های یکی قرار گرفتن، اون وقتی که حالا شاخه های فرعی تعیین کننده است. ولی تو آلکان ها چون گروه عاملی نداشتیم دیگه گروه عاملی عددی نمیگرفت، فقط شاخه های فرعی مجموع و کدشون تعیین کننده بود. بریم یه دوتا مثال دیگه حل کنیم. فرمول ساختاری 3 اتیل 4 متیل 2 پنتن. حالا ببین فارسی رو داده، باید شیمی رو رسم کنی. از ته به اول میخونیم. از کجا گفتم؟ از ته به اول. پنت میشه چند تا کربن؟ 1 2 3 4 5. خاطرتون باشه من گفتم اول تو میخوای بنویسی بعد زنجیره اصلی تو بنویسی چند تا کربن داره تو نامگذاری، بعد شاخه‌هاتو مینوشتیم. اینجا هم همونجوری عمل میکنیم. اول اگه میخوایم فارسی شیمیشو رسم کنیم، یعنی فرمول ساختاری رو رسم کنیم، ابتدا باید چیکار کنیم؟ زنجیره اصلی چند تا کربونه؟ 5 تا. بعد سلیقه‌ای شماره گذاری میکنیم، 1 و 2 و 3 و 4 و 5. بعد وقتی گفته 2 پنتن یعنی بین 2 و 3 پیوند دوگانه بوده، این یعنی دوگانه دیگه، بین 2 و 3 پیوند دوگانه بوده که ما 2 رو قید کردیم، بس بین 2 و 3 پیوند دوگانه میذاریم. بعد رو شماره چند؟ 4 متیل آویزونه. متیل آویزون است. رو 3 چیه؟ اتیل آویزونه. خب حالا همینو میایم فرمول ساختاریشو میکشیم. 1 2 3 دوگانه، رو 3 یه اتیل داریم، این 4، این 5، رو 4 هم یه دونه متیل میذاریم. پیدا میکنیم کدوم گزینه میشه، خوشحال خندان میزنیم. گزینه 2 درسته. دوستان یه نکته بگم، خاطرتون هست توی آلکان ها نامگذاریش توضیح دادم که 1 متیل و 2 اتیل غلطه. الان اینجا هم دارم میگم 1 متیل توی نامگذاری آلکن ها و آلکین ها غلط هست، اما 2 اتیل میتونه قرار بگیره. ممکنه یه دفعه اینجا اتیل باشه. خب حالا یه شکلی به هر حال وقتی گروه عاملی هست دیگه برنامه کلا به هم میریزه. شما اولین کاری که باید بکنید اینه که اولویت اینه که گروه عاملی، یعنی کربن هایی که پیوند دوگانه و سه‌گانه دارن، کمترین شماره رو بگیرن. اگر دو طرف شماره گذاری کردی و دیدی شماره ها یکی شد، اون وقت شاخه های فرعی تعیین کننده. خب تا همینجا کافیه. مثال های بعدی باشه واسه یه برنامه بعدی. خدا نگهدار. یه قسمتی که بچه‌ها خیلی مشکل دارن اینه که فکر میکنن که ترکیبات عالی رو باید حفظ کنن. مثلا میگی متانول سر میشه سایه 3 OH، یا اتانول می‌نویسه C2H5 OH. من اینجا میفهمم که دانش آموز مشکل داره. ببینید تا میگی سدیم کلورید راحت می‌نویسه NaCl ترکیبات یونی رو، ولی ترکیبات شیمیایی رو که میخواد رسم کنه نمیدونه. اول باید گروه عاملی بلد باشه که من بهتون گفتم. نکته دومش اینه که باید بدونیم مت اسم دیگه‌ش از فور، یک کربن. متانول، فرمالدهید. متانوئیک اسید، فرمیک اسید. ات یعنی 2 تا کربن تو شیمیایی. اتانول، اتانوئیک اسید، استیک اسید. اتانال، استالدهید. پروپ یعنی 3 تا کربن. بوت یعنی 4 تا کربن. پنت یعنی 5 تا کربن. هگز یعنی 6 تا. هپت یعنی 7. هپتو همون 7 بخون. هپتان، هفتان. هپتانوئیک اسید، هفتانوئیک اسید. اکتت یعنی 8 تا کربن. نون که معلومه اصلا 9 تا. دک یعنی 10 تا. ملاحظه بفرمایید متانول اسم قدیمش هست متیل الکل، به هر نسبتی تو آب حل میشه. کتاب نظام قدیم میگفتن سوخت تمیز. اولین عضو الکل هاست، چون معلومه با یک کربن شروع میشه دیگه، نخستین الکل. اتانول اسم قدیمش هست اتیل الکل. بچه اینم به هر نسبتی در آب حل میشه.
سوخت سبزم میگه، از تخمیر مواد ارگانیک به دست میاد. بعدی پروپانول. بوتانول، پنتانول، هگزانول الاخر. الکل دو عاملی داریم، اتان دیول یا اتیلن گلیکول یا اسم دیگه چیه؟ ضد یخ. یه مایع سبز رنگه. ببینید برای رسم ترکیبات عالی همیشه اول باید گروه عاملی رو جدا کنید. بچه این خطه مهمه. بعد از یه مدت بچه‌ها دیگه به قول معروف ادعای خفن بودنشون میشه، رسم نمی‌کنن. این خطه رو باید بکشی. اول گروه عاملی چیه؟ او هاش. مت یعنی چند تا کربن تو شیمی؟ مت یعنی یه دونه کربن. یه دونه هم کربن اینجا بذاریم. هر کربن باید چند تا پیوند بده تا ظرفیتش تکمیل بشه؟ 4 تا پیوند. یه دونه که با او هاش داده، یه اچ اینجا، یه اچ اینجا، یه دونه اچ. چپ راست پایین بالا. حالا میخوایم فرمول ببندیم، کلیپس رو ببندیم. میشه چی؟ 3H3 بگو چی؟ OH. اتانول میشه چی؟ OH. ببین اینجا پیوند بین OH رو نذاشتم. اگه بنویسی HO غلطه، چون H یه پیوند بیشتر نمیده و وقتی تو اینجا H رو این ور بذاری یعنی اول H رو بنویسی بعد O رو بنویسی، یعنی که H یه پیوند به O داده، یه پیوند به کربن اونور. این غلطه. H یعنی چند تا کربن؟ 2 تا کربن. کربن‌های انتهایی که 3H3 چپ راست پایین بالا، اینم چپ راست پایین بالا. حالا کلیپس رو میبندیم، یعنی فرمول بسته. میشه چی؟ 3H3 3H2 اینم OH. معمولا پیوند بین OH رو نمیذارن. دوستان در نظر بگید پروپانول از اینجا جدا میکنیم OH، بوتانول OH، پنتانول OH، هگزانول OH. پروپ یعنی چند تا کربن؟ پروپ یعنی 3 تا کربن. یه 3H2 می نویسیم، 3 مرتبه یه اچ هم میذاریم، چون کربن انتهایی باید چی باشه؟ 3H3. درسته؟ یا میتونیم اینجوری بنویسیم بوتانول یعنی چی؟ 4 تا کربن بوت. می نویسیم 3H2 3 مرتبه یه 3H3 میذاریم. یا میتونیم بنویسیم 3H2 4 مرتبه H. پنتانول بیایم فرم نقطه و خط، یعنی 5 تا کربن، 1 2 3 4 5. هر نقطه نشان دهنده کربن و هر خط هم نشان دهنده یک پیوند. هگزانول 1 2 3 4 5 6. اتاندیول. اتاندیول یا ضد یخ. ات یعنی چند تا کربن؟ 2 تا کربن. دیول یعنی چی؟ یعنی 2 تا اول داره. اینجا ببین یه اول داره، یه اول داره، یه اول داره، یه اول داره. اینجا 2 تا اول داره. ملاحظه بفهم. چپ پایین، چپ پایین. خب دوستان توجه داشته باشین، یه چند تا ترکیب حلقوی بگم. مثلا سیکلو پروپانول، سیکلو بوتانول. ملاحظه کنم سیکلوپروپان یعنی چی؟ یه حلقه 3 تایی. اول یعنی چی؟ OH.
اول سیکلوبوتان میشه چی؟ یه حلقه 4 تایی. خب بچه توجه داشته باشیم توی ترکیبات عالی به ازای هر اکسیژن 2 جفت الکترون ناپیوندی به ترکیب اضافه میشه. نگاه کنید 2 4 6 8 کربن و هیدروژن اکتت شدن. الان اینجا نگاه کن به جایی که نقطه بذاریم بشماریم 2 میذاریم. 2 چند جفت الکترون ناپیوندی داره؟ 2 جفت الکترون ناپیوندی. اینجا چند جفت؟ 2 جفت الکترون چی؟ ناپیوندی. نه به همین صورت اینجا هم 2 جفت الکترون ناپیوندی. 2 جفت الکترون ناپیوندی. اینجا چند جفت؟ 4 جفت الکترون ناپیوندی، یعنی 8 الکترون چی؟ ناپیوندی. پس شمار جفت الکترون ناپیوندی رو با شمار الکترون ناپیوندی تو ادبیات طراح قاطی نکنید. شمار جفت الکترون ناپیوندی میشه 4 جفت الکترون ناپیوندی، هر اکسیژن 2 جفت الکترون ناپیوندی. شمار الکترون ناپیوندی میشه چی؟ 8 الکترون ناپیوندی. الان اینجا نگاه کن 2 جفت الکترون ناپیوندی داریم، اما چند تا میشه؟ 4 الکترون ناپیوندی. شمار جفت الکترون ناپیوندی گفت میگیم 2 جفت، شمار الکترون ناپیوندی گفت میگیم 4 تا. گروه عاملی مهم بعدی اسیدها هستن. ببینید اولین عضو اسیدها هست متانوئیک اسید. اسم دیگه متانوئیک اسید هست فرمیک اسید. اسم دیگهش هست جوهر مورچه یا فرمیکا. قدیم مورچه قرمز رو تقطیر میکردن، میجوشوندن تقطیر میکردن و ازش متانوئیک اسید میگرفتن. اینم به هر نسبتی تو آب حل میشه. نخستین عضو خانواده اسید هست. دومین عضوشون هست تانوئیک اسید. گفتم ات یه اسم دیگه هم داشت. چی بود؟ استیک اسید. جوهر چی؟ سرکه. به هر نسبتی در آب حل می شود. بعدی هست پروپانوئیک اسید. بعدی هست بوتانوئیک اسید. پنتانوئیک اسید، هگزانوئیک اسید، هپتانوئیک اسید، اکتانوئیک اسید، نونانوئیک اسید، دکانوئیک اسید. مثلا یه بار تو سنجش اومده بود نونانول، بچه‌ها فکر کردن اسمه. نونانول، نون یعنی 9 تا کربن، اونم یعنی OH. خب اسیدهای دو عاملی مشهورترینش هست اتان دی اوئیک اسید. اسم دیگه‌ش هست اکسالیک اسید. به اکسالیک اسید اگزالیک اسید هم میگن بچه‌ها. چرا؟ چون تو انگلیسی اینجوری نوشته میشه اگزالیک اسید. اگزا خونده میشه تو فارسی. بعد جوهر چی هستش؟ ترشک. جوهر مورچه متانوئیک اسید، جوهر سرکه استیک اسید، جوهر ترشک اتاندیوئیک اسید تو ریواسو این چیز هست. بعدی هست تارتاریک اسید. تارتاریک اسید. بچه‌ها میگن آقا حاشیه کتاب نمیاد. آقا میل خودت بخونی نخونی. گرفتی؟ ولی طراح کنکور ازش سوال میدن. حالا تو دوست داری بخون، دوست نداری قسمت ما رو میتونی نگاه نکنی. ولی نمیتونی نقد کنی ما رو نسبت به این موضوع. ما وظیفمون گفتن، شما هم حالا نشنفتن. تارتاریک اسید اسم دیگه‌ش هست 1 و 4 ببخشید 2 و 3 دی هیدروکسی بوتا دی اوئیک اسید. خب این چیه؟ مزه
ترش انگور. خب بریم رسم کنیم. متانویک اسید از اویک اسید جدا میکنیم، طبق معمول گروه آمیلی رو جدا میکنیم. اویک اسید میشد چی؟ سی دوگانه او هاش A1. مت یعنی چند تا کربن؟ مت یعنی یک کربن. خب یک کربن هم که داریم، بس چی میذاریم که H. اویک اسید سی دابل باند او هاش. ات یعنی چند تا کربن؟ دو تا کربن. یک کربن داریم، یک کربن دیگه میذاریم. چند تا پیوند کم داره؟ 3 تا. اویک اسید سی دابل باند او هاش. پروپ یعنی چند تا کربن؟ 3 تا کربن. 1 2 3. یکی داریم، دو تا دیگه میذاریم. این میشه 3 H2، این میشه چی؟ 3 H3. به همین ترتیب بوتانویک اسید میتونیم اینجوری کنیم. اینو فرمول بسته‌ش رو بنویسیم. کوه بود یعنی چند تا کربن؟ 4 تا کربن. یک کربن که درگیر گروه عاملیه، چند تا دیگه میمونه؟ 3 تا. میتونیم بنویسیم چی؟ 3 H2 2 مرتبه H، یا ببخشید یا بگیم 3 H2 2 مرتبه 3 H3، یا بگیم 3 H2 3 مرتبه H که کربن انتهایی 3 H3 هستش. اتان دیویک اسید، این که نزد حضرت عباس همش قارت خورد زارت و زورت و کنکور میاد. نگاه کنید، ات یعنی چند تا کربن؟ بزرگوار 2 تا کربن. دیویک اسید یعنی چی؟ دوگانه او هاش دوگانه او هاش. تارتاریک اسید 4 تا کربونه. اویک اول. نگاه کن، 4 تا کربن بکش. اولی آخری اویکه، اولی آخری اویکه، وسطیان چی هم؟ اوهاشن. اینجا رو ببینیم. این میگن تارتاریک اسید مزه ترش انگور. به خاطر این دوستان توجه کنید، تارتاریک اسید 4 عاملیه. 2 عامل الکل، 2 عامل چی؟ اسید. ملاحظه بفرمایید، به این میگیم چی؟ الکل 4 عاملی. 2 عامل، ببخشید 4 عاملی، 2 عامل الکل، 2 عامل اسید. 1 2 3 4. 2 واسه دی هیدروکسیل بوتان دیویک اسید، یا میتونیم بگیم 1 و 4 بوتان دیویک اسید. آلدهیدها ها: متانال، فرمالدهید. نگهداری اجساد جانوران. اتانال، استالدهید، بنزالدهید، بنزوئیک اسید. کتابتون شکل توت فرنگی نوشته ولی نوشته تو تمش. بنزوئیک اسید. خب خدمت شما عرضم دیگه. 2 هپتانون تو چی وجود داره؟ گل میخک. بنزالدهید تو چی وجود داره؟ بادام تلخ. برای اینکه قاطی نکنی هر دوتا ب دارن، بادام تلخ، بنزالدهید. 2 هپتانون توی گل میخک وجود داره. بعد خدمت شما عرضم دارچین، یه حلقه طلایی بنزن. 1 2 3 پیوند
دوگانه وجود داره و اینجا دوگانه او، اینم چی؟ هاش. گرچین خدمت شما عرضم زر چوبه یه حلقه بنزن خب دوگانه او یگانه این زرچوب است. دوستان توجه داشته باشید متان آل یعنی سی دوگانه او هاش آل سی دوگانه او هاش ای سه ای چهار بنزالدهید آلدهید اینه بنزویک اسید سی دوگانه اوهاش ملاحظه بفرمایید مت یعنی چند تا کربن؟ یک کربن یه دونه هم داره و چی میذاریم؟ هاش. ات یعنی چند تا کربن؟ دو تا کربن یکی داره یکی دیگه میذاریم ساش سه بنزالدهید یه حلقه بنزنی میکشیم بنزویک اسید یه حلقه بنزنی میکشیم. بعضی میپرسن آقا چرا این کربن رو جز به این حساب نمی‌کنی جاهای دیگه حساب می‌کنی مثلا اینجا ات میشه دو تا کربن یکی گروه عاملی بود یکی اضافه می‌کنیم اگه این کربن بیاد تو حلقه بنزن این کربن میشه 7 پیوندی 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا یه دونه این 7 تا کربن 4 تا پیوند بیشتر نمیده. 2 هپتانون هپت یعنی چند تا کربن 7 تا 1 2 3 4 5 6 7 عشق شماره گذاری می‌کنیم یا به طور سلیقه‌ای رو 2 اون میذاریم اون یعنی کتون بود دیگه سی دوگانه دو طرفش باید سیم شد 2 هپتان تو گلیم خیلی دارچین چه گروه عاملی داره A اینور 5 اینور 4 میشه آلدهیدی آروماتیکه بله دارچین رو دیدید معطره مشتقات حلقه بنزنه گفتم هر وقت حلقه بنزنی تو هر کی دیدی این سه تا عبارتی که طراح میپرسه تو گزینه‌ها درسته زرچوبه A 5 میشه چی؟ کتون اینم به همین صورت آروماتیکه معطره مشتقات حلقه چیه؟ بنزنه. دوستان عنایت داشته باشید چند جفت الکترون ناپیوندی داره؟ 2 جفت. چند تا الکترون ناپیوندی داره؟ 4 تا. 2 جفت 2 جفت 2 جفت 2 جفت 2 جفت. بچه‌ها به تعداد یه پیوند دوگانه 1 مول H2 برای اشباع شدن لازم داریم. اینا عمده بچه‌ها مشکل دارن این نکته که دارم میگم. و 2 مول اتم هیدروژن. اگه طراح گفت چند مول هیدروژن میگیم 1 مول هیدروژن. چند مول اتم هیدروژن میشه 2 مول اتم. پیوند سه‌گانه 2 مول H2 برای اشباع شدن نیاز داریم. چند مول اتم هیدروژن؟ 4 مول اتم چی؟ H. مثل شمار جفت الکترون ناپیوندی بچه‌ها قاطی می‌کنن. اینجا الان نگاه کنید اینجا پیوند دوگانه کربن پیوند دوگانه اکسیژن اشباع نمیشه یعنی 0 مول. الان اینجا چند مول برای اشباع شدن لازم داریم؟ 0 مول. عرض کردم کربن پیوند دوگانه اکسیژن اشباع نمیشه. حالا با معرف کوری هاوس که از دایره کتاب شما خارجه تو مباحث کارشناسی ارشد شیمی بهش اشاره میشه. اینجا هیچ مول هیدروژن برای اشباع شدن یعنی 0 مول. اینجا 1 2 3 تا پیوند دوگانه داریم. به ازای هر پیوند دوگانه 1 مول H2 یعنی چند مول هیدروژن H2 3 مول H2 برای اشباع شدن 6 مول چی اتم H برای اشباع شدن. اینجا چند مول هیدروژن 1 مول 2 مول 3 مول H2 6 مول چی اتم H برای اشباع شدن. اینجا چند مول هیدروژن برای اشباع شدن 1 2 3 4
4 مول چی؟ H2 8 اتم H برای چی؟ اشباع شدن نیاز داریم. کربن پیوند دوگانه هم اشباع نمیشه. 1 مول، 2 مول، 3 مول، 4 مول. اینجا 1 مول، 2 مول، 3 مول، 4 مول. 4 مول H2 برای چی؟ اشباع شدن. چند مول اتم هیدروژن برای اشباع شدن؟ 8 مول اتم H برای چی؟ اشباع شدن.